اگر سوسمار از بین پای مرد بگذرد او از نیروی مردیش یک عمر محروم می شود. اگر هر کسی سوسمار را ببیند بیمار می شود یا انسان اگر به سوسمار یا کلتکلاس دست رساند پوستش سفید می شود. شاید همین باورها سبب شده است سوسماری عظیم جثه و جانور نادر را در یکی از گوشه‌های تاجیکستان به دار آویزند و از آن خلاص شوند. در دو عکسی که کاربران رادیو آزادی چند پیش به ما فرستادند جسد سوسماری خاکستر رنگ را می‌بینید که در سیمچوب آویخته شده است. پیش از آویختن ظاهراً سوسمار را برای آمدنش به دیه محاکمه کرده سپس بدنش را با تناب پلاستیکی پیچانیدند و گلویش را سخت بسته و آویختند. به رادیو آزادی میسر نشد محلی برداشتن عکس ها را معلوم کند ولی فردی که آن را به ما فرستاد نوشته است عکس را در تاجیکستان برداشتند. در واقع در عکس ها محلی دیده می شود که به بسیاری از دهات تاجیکستان مانند است، اما یکی از پژوهشگران انستیتوت زئولوژی و پارازیتولوژی به رادیو آزادی گفت سوسماری خاکستر رنگ هم در شمال و اکثرا در جنوب سکونت دارد. با گفته او سوسمارها را میتوان در ساحل‌های دریای یاقسو، وخش کافرنیهان و بیشه پلنگان دید. سوسمار خاکستر رنگ با گفته او از خانواده کلتکلاس است و نوعی از جانوران است که در ورطه نابودی قرار دارد. با گفته دانشمند تاجیک از این رو سوسمار بزرگ را در کتاب سرخ جهانی و کتاب سرخ تاجیکستان هم وارد کردند. سوسماری که در عکس دیده می شود اندک بیشتر از 1 متر درازی دارد و به گفته طبیعت شناسان این نوع جانور در تاجیکستان بسیار نادر است و کشتن آنها تعداد انگشت شمار این جانوران را کمتر می کند و آنها را به ورطه نابودی نزدیک تر می آورد. هوای تفسان امساله سبب شده است که سوسمارهای عظیم که در بعضی محله ها آن را اچکمر می نامند برای یافتن طعمه و آب به محله های اهالی نشین رو بیارند. نسیم شیرخانوف عضو جمعیت طبیعت شناسان تاجیکستان میگوید همین باورهای نادرست درباره خزنده ها به مثل مار و سوسمارها سبب می شود که مردم این جانوران نادر را خطرناک نامیده نابود کنند. به گفته او مردم نقش مهم این جانوران را نمیدانند که کلانهایش موش و کلمش‌های زیان‌آور برای کشاورزان را خورده و ضرر آنها را برای خود مردم کمتر می‌کنند. به گفته طبیعت شناس سوسمارهای خرد از محو کنندگان حشرات زیانرسان به خصوص مگس‌های هستند که بیماری‌های سیرتی و خطرناک را پهن می‌کنند. طبیعت شناس از دهه 50 سیابی ناحیه کلاب میگوید این باورها که سوسمارها به انسانها حمله کرده زهر می‌زنند اساس ندارند و در منطقه آنها تا حال سوسمار به کسی زیان نرسانیده است. خیلی حالتونه بود. اون کسام گازیگی هم نبود. جمهوری بیوران خیلی پیچروک چون کام بعضو میگشتن خیلی جمهوری تبکیز هم حرکت نمیکنه. اگه کالونش مایده تر خیلی کمتر مقصد حرکتش تیز بود که کالونش نمیکنه. یگون کلاس با سوسمار یگون خطرناک نیست داره یاد. دار هم نیست. مقامات تاجیکستان میگویند هر گونه حادثه محو جانوران نادر را جداً تحقیق میکنند و گناهکاران جزا میگیرند، اما معلومات درباره به دار آویختن سوسمار تا حال نگرفتند. عبدالقادر مسکیف نماینده کمیته حفظ محیط زیست در این باره به رادیو آزادی گفت تا حاضر یگان دلیل نداریم چون که در تمام منطقه‌های نویا مقامات هستند. اگر میگوید خطر به یگان اخبارات ما را میدادند، لیکن در کدکس جنایی و در کدکس ماموری نسبت تمام نمود حیوانات وجود نگذاشته برای مار یا برای ارخار یا برای مارخور. تمام نمود حیواناتی که به کتاب سرخ هستند یک خیلن و یا برابرند. این نسبت آن چهره ماموری است. هم ماموری هم جنایی. در تاجیکستان 25 نوع کلتکلاس ها سکونت دارند و سوسمارها یکی از آنهاست. از بس که تحقیق درباره این نوع جانوران در کشور کم انجام شده است حالا معلوم نیست در تاجیکستان چند سوسمار خاکستر رنگ باقی مانده است، ولی اطلاع ردناپذیر این است که سوسمارها با تنگتر شدن مناطق سکونتشان کمتر میشوند و انسانها نیز با تکیه به باورهای نادرست در محو کامل این جانوران در ورطه نابودی سهم میگیرند.